خیلی دوستای عزیز، دولت‌های پیشرفته آباد، ملک‌های آباد، خیلی ببینید یاد اینجا ابودابی نمیگم. این برادرها ما چیزی که نمیگم که چی گپ چی گم نیست، نمیدونم که که تاریخش خیلی فقط تازه تماشا چیزی که بدونم میگم که فلان چی فلان من پیش خود میگم که روایت رو آوردن نمیتونم. ابودابی همه خش فهمیدم که مسجدی زیباترین روی دنیا بوده. ابودابی پدری آهو نامش، پدری آهو همین خیلی ابودابی. این برادرها سربلند و خوناباد باشید. خیلی شکر خدا نماز شما مثبت کردیم در درنی مسجد ابودابی. نماز شما شکر. این برادرای از چی دیگر بگم تو رو بسم الله الرحمن الرحیم. این از خدمت میتم اینقدر آدم خمون دیدیم و مسلمان ها بودن خیلی و دیگه هم خیلی روس و نیمیس و انگلیس و همه بودن. این مسلمان ها این همی خیلی نه اگه مسجد های تاجیکستان خمون همی خیلی جمع شدیم اینا مسلمان ها که نماز شما میخونیم. اون مقصد مسلمان ها بودن مقصد دیگه نتیجه بودن. حالا دوستان عزیز وعده من همین بود که من چیزی نو ببینم شما دا میگم پیشکش میکنم. روی وعده بودن امروز همین نماز شام خوندن در این شام باور میکنی همین ملا عرب بود چی بود نماز خوندن در زور گیره میکنه. باور میکنی من خوشم دارم که این جای دیگر رفتگی ما خیلی نماز میخونیم خداوند خودش قبول بگردونه خداوند خودش قبول بگردونه نمازهای خوندگی منو پاک و پروردگار. شما در نمیدونم ممالی دنیای در کجای نامعلوم نماز خونده سمدیم یا خدا گیره باید خدای خیلی گفتیم موران که بازم ایمان منو مستحکم بگردم که شما در کیم جو میروان نه هم یاد میکنیم همه خوندن در شما با کیم جای دیگه میروان. خدا ایمان منو مستحکم بگردم هممونه دعا خدا را زوره میکنیم دعا میکنیم که ایمان منو مستحکم بگردم. خداوندی بزرگ در پناه عظمت خودش همه مسلمانان نگاه می‌داره. الله اکبر. انا دوستان عزیز این ملایی که ما گفتم نماز خوند گیره کرد میگه یکی ام 15 16 هم آدمی روی دنیا که در قرآن با قوتش خوندنش ایمانش همون بوده. این شکر میگیم که خفاین خیلی آدم هم نماز خوندیم ما هر که وقتی که نماز خوند گیره کرد ما هاشم کیم کجا بود خما گم کردم باور میکنیم باور کنید برام خداوند بزرگ باز هم دعا میکنیم که ایمانی همون رو مستحکم بگردونه توکل همه به خدا سربلند و خانوباد باشین زنده باشید دوستان. برادرای عزیز با فکرم که برنامه درازی بعد میشه برای همیشه ما دو بار سه بار میپرتم کلتا زنده باشید توکلتون به خدا پناه خدا انتظار باشید با ویدیوی آینده.